بنده در تاریخ 15/9/89 در شهرستان رباطچهره استان تهران توسط ماموران انتظامی دستگیر شدم و به بازداشتگاه برده شدم. بنده در کارگاه خودم اقدام به تهیه لواشک و آلوچه گره بهداشتی می‌کردم. همچنین اقدام به قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و توزیع فیلم‌های غیر اخلاقی و مستهجن می‌پرداختم و اقدام به اغفال جوانان می‌کردم که بنده خیلی پشیمان هستم از این کارهای بدی که انجام میدادم. همچنین بنده در حین تعقیب و گریز با ماموران انتظامی 24 مامور انتظامی رو به شهادت رسوندم و 57 نفر رو زخمی کردم که امیدوارم هر چیز زودتر حالشون بهتر بشه. بنده از سن 5 سالگی اقدام به اخاذی، اغفال و گول زدن جوانان می‌کردم که و باعث زندگی های زیادی رو به تباهی کشوندم که خیلی هم پشیمان هستم از این کارهایی که انجام میدادم و بنده اگر از زندان آزاد بشم و اگر بذارن که به جامعه برگردم حتما مسیر زندگی خودم رو عوض میکنم و سعی میکنم که برای جامعه خودم مثبت‌تر باشم و کارهای بهتری انجام بدم و بتونم به جوانان جامعه خودم خدمت بکنم. همینجا تقاضا دارم که اون 23 خانواده‌ای که جوانانشون رو بنده کشتم اینها بیان رضایت بدن و از خون جوانانشون بگذارن. با کشتن من هیچ چیزی عوض نمیشه، بچه‌های اینها به اینها بر نمیگرده و تنها با کشتن من یک جوان فرهیخته و آینده دار رو اینها از بین میبرن که خب من خواستار این هستم که این اتفاق نیفته.